سلام علیکم برادرای بودیگم. روز دیگه برادرای جد ما در گستینسه و هر وقتی که ما میریم در اینجا چای میخوریم ما را گشت میکنه و انمی برادر ما در چای میاره و امروز خواستم خودم وقتی من خلاصه بردم که کو زندگی همین را بفهمیم چه خیلی مقصد همین چانسم اویلیک میگیره میسو چه خیلی زندگیش پیشرویش مقصد حال همین با خبر کنیم و حاضر شیشم پرسیدمش اسپانسر انمی پروژه که ما تا اینجا را اومدیم رسیدیم گستینسه پولی خندوخروک هم رساله‌ای که ما برای شما میکنیم استودیا میبل اکا یوسف برادر در یوتیوب شبکه داره برادر این برادر این قدم ما دستگیر کرده در این پروژه بزرگ شما خواهش بداریم در آن برادر پادپیسات کنید دستگیرش که باید پیشروی کنه و اسپانسر دیگری ما اکای محیدین زیاده از 6-7 سال فعالیت کاری تاکسی داره یعنی گرانیت میره و میآید و کدامی که میخواهید گرانیت بره با تاکسی انمی برادر برین پیشروی کاری انمی برادر پیشروی کاری ما میشود. حاضر پرسیدم شان what's your name? ارشاد نامش ارشاد بده و وقتی ما همش پرسیدیم 6000 به همین سومی هم یا اویلیک میگیره 1 minute brother oh 1 minute 6000 اویلیک میگیره 6000 این میشود مثلا ایمی 6000 3000 شد در یک ماه هر روز کار میآید راهپولی میکنه و میروه یعنی 3000 و sister 3 sister 3 اپا و خواهر داره و پدرش پیره کار میکنه در اویله خودش دختر کار میکنه یعنی 3000 همین که میگیره با سامانی خما بگیره خیلی تقریبا 300 تومان هم بگیم میشه و خطا نمیکنیم 1 minute اوکی مقصد خطا نمیکنیم و من تصمیم گرفتم که پگاه خونه انمی برادر ای منیجرش جواب بگیریم پگاه ای کار ده خونه انمی برادر بریم ای زندگیش با خبر بشیم چه زندگی داره و مقصد یکم خیر صفوات خوبش کنیم که همین یک ماه دیگه همین بچه پر باشه که خونه شونده همه چی تامینه. اوکی tomorrow inshallah okay your number اوکی پگاه انشالله میریم خونه انمی برادر خوب چیش میکنیم مقصد دستگیریش میکنیم و با موناد انمی یک باید برنامه یا در فکرم زده که یک دیل خواه در راه میبریم ریکشا میگن ریکشا یک چیزی هست که یک ویلی که در امو آدم میشن و امو را همون تاکسی کار میکنن و ما میخوایم که از یک شرم من کنیم و بیاریم همجا بشنیم از سال زندگیش بخبر بشیم و خونش بریم و اون را در ویدیو آینده انشالله میبینیم. سلام علیکم برادرو ما عین حوض جدت کردیم همو برادری را که گفت وعده کرده بودیم که از سطح زندگی شما را نشون میدیم چه زندگی میکنه هدف این نوار چی برای برادر که و ما خواستیم که یک سرد آدمی که در همین بنگلادش کار میکنه و زندگیش را پیش میبره مقصد زندگی همون چه خیلی و چگونه زندگی دورن خود ما میریم میبینیم زندگیش انشالله اگه اون چیزا کمکش میکنیم گپ زنیش معلومه که زندگیش به حد بده برای که در اویله 6 نفره و 5 نفره این خودش توقع کار میکنه 6000 همین سومی همین جایی قطعی بگیم اویلیک میگیره 5000 اساس که میشه بگیم 6000 همینجا قطعی اویلیک میگیره و قریب 3000 از زیادتر در راهگیری و در راه رسخود میکنه از با درش میریم میفهمیم که مثلا پدرش چند ساله مادرش چند ساله چند اپا خواهر داره همشه برای شما معلومات دادیم خونهشون در کی جای همه معلومات رو برای شما میفهمیم از ما هم رجدت داریم که بیاید اینا برادرها یا مامان سلام علیکم کیف حالک گو اوکی ما میریم خونه انمی آدم و میبینیم که زندگی چخله ما ای منیجر گستینسه جواب گرفتیم از میریم سطح زندگیش میبینیم گو اینا برادران ما رفته هستیم ای منیجر اجازت گرفتیم تویش رفته هستیم خونه اینای برادر و از زندگی معلومات دادیم انشالله چه زندگی دارم yes okay good taxi برادرها یک 20 minut زیاد شد رفته هستیم یک نیم ساعت شد در رفته هستیم و خونه را تماشا کرده خیلی رفته هستیم که یکی ما گشتم این را گفتم که 50% همین خونه های بنگلادش مقصد بیزه و یا گفتن نه 50% نه 80%
و ما گفتم باید بگه همه را پرسیم میکنم که بالا توری فهمید نوتوری فهمید یا بگه از میپرسیمش сколько процентов населения Бангладеш живет плохо? How many percent of Bangladesh's population lives poorly? 17 কোটি 17 কোটি মানে হবে How percent? How percent? How many percent of Bangladesh population live poorly? Poorly. Yeah, how Okay, percent? okay. Bed Bet. house. Okay. Bet Bed house. life 65. 65 Percent. 65% مردم بزه زندگی کردن مقصد بزه و 15% دیگهش نرمال خیلی مقصد سرد نیه 80% میشه و 20% دیگهش خیلی زندگی خوب داشته اینم خیلی از ما با همین راه رفته استادیم که همین دایودم زد پرسیدمش 80% مردم زندگی به 65% به حد فقرونه 20% 15% فقرونه 20% دیگهش نرمال زندگی برادرو سلام علیکم یک بانر نو بانر یک ساعت رو آمدیم الحمدلله در کوچه شما رسیدیم از میریم خونه همین برادر گو اینمو داخل میشه با کلبه فقیرانه برادر مهنتکش مو برادر فادر برادرو اوکی هیس این خونه امکیشه این در چون خونه نداشتن در خونه امکیشه خونه خچولی نه بوده چپش ده در خونه امکیشون زندگی دارن اینجا بکایش کنه
اینها اینجا уже اوغلش کردگیان اینجا او یوزی در خونه امکیش زندگی دارن یعنی میبینیم خونه امکیش در چه زندگی میکنن مقصد همه جا با همون جای کارچن رو اونا یک نیم ساعت راه با مطمئن با ماشین اومدن یک نیم ساعت ممکن با اون تمتمو یکم سمسم تمتمه ممکن یکم 2 ساعت یا 3 ساعت برام 5 o'clock go to ساعت 5 میخواد ساعت 8 کار میشه 3 ساعت در راه میاد و 3 ساعت نبرن خونه این خونه اوتش امکیش های کمنته خوی امکیش زورش همیه برادرها با یس هم دیگر رو مثلا اینجا هم جای خوی It's your room? Is father brother. اونجا در او کمنتای امکیش بوده این کمنتای اوتش بوده It is room? It's the build house. Okay, to build house. To stay. Makan sleep here. Here? It's Moksur. Yes. اینجا در امکیش اوچش خطی اوتشه اونجا امکیش خطی زنشه این خودش همون خونه که چپش دیگه اوغل کردگی هم برای اوغل ده کمنتای خوبی خودش بده هم خیلی فهمیده با فکر ما هم خیلی همون خونه را مهنت کرده اینه هم سوز کردنیه و تو ورمینه همینجا زندگی کردن و ورمینه همین آدم در اوغل خوبه نمیدونم ورمینش چند خوبشه خداوند اگه با اولی که میگیره این بس زندگی سرد یک نفری که در بنگلادش کار میکنه برادرو خیلی او چه بفهمونم اشتیاقش تو سرد آدمی که در بنگلادش زندگی میکنه منم خیلی شرایط داره و ان شاء الله پگاه ما نوار با درباره گفتیم بعدی دایرکشن شما در معلومات میدیم خدا خواهد پگاه میشوه آهوز ما چی کمک در همین برادر میکنیم همه شب نوار میکنیم ان شاء الله بومید ما پای آدم مثلا که بگیم در جای تلویزیونی کار میکنه در یک میگیم مثلا که در گستینیسا کار کرده است همچون چی خیلی بگیم آدمای خیلی کلتورنی با فرهنگ پیشرفتگی شده برادر عزیز یعنی که در اونجا کار میکنه ولی شرایط زندگیشون خیلی بده های شکر همین کریش دارن نبوله سرشون همیشه شکر یا قولین پولین هیچ چیزا هیچی ندارن مدنیتشون پچتی رنگ مدنیت خودمونه همین خونه در درآمدن برابر اول استول نکریبت میکنه یعنی دسترخوان مقصد دسترخوان یادم پر به اوچه او میارم برای که جا به هر مملکتی گرم که هست پر به اوچه او میارم و اگه چین چیزی که داشته باشم پیشنهاد میکنم مدنیت چون بخمون برابر شوخی را میفهمن مقصد خوبه مدنیت چون گپ نیست بسم الله الرحمن الرحیم ما امروز دل خویا نفر انتخاب کردیم و در خونه‌اش مهمون شدیم و چایش خوردیم الحمدلله فکر میکنم که برنامه معقول تو میشود چیزی که ریال یعنی سینال نیست چیزی که تایور مثلا خیلی رفته استیم در پیش رحمون همین کورش دیسته نه خونه‌اش نچکه بگو کدوم سبب نمی چوب که هسته پسیده اینا تاوشن بکن اگر خونده میتونه یا گون چیزی کنه ایجاد نمیکسی بله باز در قشلاق یا برادراز ما برآمدم دیدم همه جمع شده در اینجا یک توریست اومده میدونیم برای یورا چون چیه بخدا از استوسا میبریم خطا نگاه کنیم و هم ما برآمده که در خونه چی گپ باشه یا کیان اومده باشه این همین معنی همون داره که خلق به نهایت کمیزاده و خیلی چیزا به نهایت دوره و خیلی چیزا نمیدونم در اصل بیشتر الحمدلله زندگی کردن که از سیویلیزاسیون خیلی دوره بعضش باز میبینیم نه همش
نمیجا جمع شدگیان نه در اومدن رفتن مقصد ایو پرا هم جمع شدگیان همش در اومدن به نهایت کم بیزوات به نهایت شرایط پس در کوچه ده هم از نمیکده یگونه خونه که بول لیمنی بگیم سوزه بول لیمنی خونه خیلی خوبه خونه مکی همی بچه بوده ایرم خونه مکیش بوده خونه خیلی چم نبوده با بیچاره را خونه خیلی چپه پوستیده چپه شده باید خونه نه سوز کنه How are you? Oh, good. Ha, ha, coming please. Gel. من فرداش داشتم گفتم به خدا قسم از تحت دل میخواستم یکان سوشتم گریخ همون گودکه که ها؟ گریخ رفت به چرا میترسن خداوند مشکلشون رو آسان کنه و شما هم درخشون دعا کنید که پسترین شرایط از زندگی دارن با هم الحمدلله خرسند و 20 سال یا زوره با خطی ها بگردید coming please نمیوید انگلیسی را یاد گرفتم الحمدلله مایدم برام خیلی برام خیلی دیونابازی نیمی بنگلادش گشتم الحمدلله زبون بنگلادش را کم کم یاد گرفتم لنگری بعد کلمه کد نیم بنگلادش گشتم good no good good no good okay coming go to هم خیلی کلمه قاطی الحمدلله پروژه کالونا با انجام رسوندیم یعنی زیاده 50 کالو دیس الحمدلله شدیم چندین اویلو را الحمدلله یوردم کردیم و شکر میکنم که خداوند هم خیلی چیزا مرا سزاوار دونسته و من این کار کرده هستم How are you? Thank you. ما هم دخترک اجدر دارم که ببرویه ولم نبرومده است هم مامور انیگاه دارم من کیوتیات ریسک هستم هنوز هستم کمی ترا دیدک ترسید گرفت ما یکم بود ترا دبدم هم گرفتم توز زگیده داریم کمی Coming please. تمام. نام خیلی زندگی برادرو. پیشتر زبان جیکا کیسه نیم پیش. با. نه باید اگر پیچیگه همین بودکان انگلیسی هم میدونن. همش انگلیسی هم میدونن. باز ما گفتم که how are you میگه nice thank you good از این بودکه که فرق کنه میگم یک بودکه شگون سوم تو خسته شگون چنم میگه کارتوشکا، پیاز، برنج و این فکر میکنم خرسندی در یک اویله های مقصد یا کچکاش هم خاکی هم پیازوش هم خاکی هم خیلی چیزا میخرنده مقصد یک قبچه برنج شکر یا هفته اینا یک ماه اویلی که انمی برادرم خرید کردیم و داشت 2 ماه یا 1 ماه اویلی که خرید کردیم الحمدلله آوردیم و خیلی خرسند شود Finish? شیرینی کو؟ Hey, sweet. برادرو مثال ما نمک در خونمون بخریم خیلی بسیار مقصد یک از دیگه نمیدونم شکر میخره خیلی بسیار یک از دیگه یکم لوبی میخره در بنگلادش خیلی قلنفر بسیار میخره همه قلنفر زنجبیل رنگی نمک و شکر که ما استفاده میبریم یا زنجبیل هم خیلی استفاده میبریم و این یعنی در توجیک با فیلم 5 سال میبره 5 سال زیاد میبره یک هفته یک ماه پر یک ماه میبره او سرخوش مچوی نه چیه؟ نه او چیه؟ دال ده؟
این هم یه نتسنن چیز خچونه اوش شکره با حاج یگونسو میگه در دست کمپیری موماش میتیم بعد دوش همه گیره میریم کچکا یو مایده میشه کچکا پیوز دخترکی که قطمه قاری اما یکم هم را بتونم Please come in. Please. دا همون با همون بوازش به چه بازو میبره داد و از او رحمان بارداره که بموین تا همه تنی گمون باشه چخیلی کارو برو اشنیو بخدا دهمی گوداکو بسیار بخشتن شدیم اینجا در همه خیزکش همیه که گوداکو جمع میشون همه شخصان میکنی همیش خیزک با زمان چی از کن داشتی کو؟ ها جا ها گوداک دیگه همی چه میگم؟ پای لیچی سر لیچی کلیچ دایده آمده سن بهترش همیه که گوداکو خرسان شدن جمعی سومی گفتی اروسا که هم سومی نرمانی داشته باشی بیا ادوشی وقت بسیار باشه خیر کنی انرژی میگیری مثلا همه طرفا چخیلی که همین اسپارتمنتو میبروین برای بویشون تایوری میبینن بعد میزنن پبه در میگیرن چخیلی خرسان میشن مثلا رسلا بیتسن میشن وجه همه طرفا 100% و انا میگم دکتر خیر میکنم خیلی میشه یا بر احوال زندگی به چرا رو بیا این خونه و در این چیزی رو بیا بخدا همین حضرت رسول الله یکی کمترین صدقه میگه سخن خوبه و خرسان کردن یک شخصه اگه چه میگم اصلا همین کودک و عموما کدامشون چیزی میگه خیلی خرسان میشوند باور که همین چیره یک چیپس هم میگه دایده خرسان کرده اساسا او چوشون هم 6 تا میخوام 6 تا نمیدونم 20 دیگه میخوام بشه و 10 دیگه میخوام بشه نگی 10 دیگه خرسان میکنه ذات یا ممکن که همین خیلی چیزا را کد اگم پرازنیک ببینه خیلی که ارزونش با ارزون هم باشه اگم پرازنیک ده نکی الحمدلله که بسیار خرسان شدن ماشاءالله بهترین است اچھا رود خونات زل نارد گیاتونه لمبه